باز با قسمتی سوال جواب برمیگردیم استاد. خیلی پیدایش گروه شما گروه عرب شو سرچیدگی بله. همراه فخردین عرب شو اکای سعدی خیلی گروه پدام به نهایت آدم بیسو بود. هر آدم اومد رفت همه خیلی گروه شما در گروه ما میگم تا یگم کس اومده رفتگی نیست. ما هم 5 نفر بودیم، هم 5 نفر استودگیم. همون وقت 2001 تا حاضر گروه ما یگم کس اومده نرفته. چند تا اومدن ما میگم که همه شاگردای ما همش ما قبول کردیم با فخردین. می اومدن گروه ما خوش نمیشید یا می اومدن ما خودم مقصد کمانی میکردم میرفتیم کلیپ میگرفتیم که یگان خورد دیگه یگان جایی که در کار بود بازی میکردن تمام ایمینای گروه ما خوش نمیکردیم. 5 کس کی بودی؟ سنت الله میرزایف، کامل جان بیردیوف، سعدی اسماعیلوف و فخردین بگایف و من دوست مراد شریفوف 5 نفر بودیم. ما گروه عرب شو از روزی ازل با شوخی ها آمدیم. RABSHO مقصد که ما هممون بچهای خشدیلونیم، بچهای چوجه زرینیم، بچهای اندلبیم. ما سالهای پیش راستی مقصد تلویزیون هم کم در کم همون سالا مردم تماشا میکردن. همون سال 96 سال به تو 2001 ما در چوجه زرین و در خشدیلون و در دیگر برنامه میکردیم. وقتی که ما دانشگاه اومدیم، دانشگاه دولت صنعت تاجیک، امرا هم دیدم کامل جان دیدم که دیگه مقصد استاد حسن چیله بودن در چوجه زرین، دیگه استادا بودن. ما رو میدیدیم میشناختیم. مقصد در ناحیه کی بودیم، مقصد در دنغره ما ولایتی می اومدیم در قرغون تپه برآمد میکردیم. بعد شهری میشید دوشنبه می اومدیم. ما راستی هم بچهای خوشدیلان که بودیم، بچهای چوجه زرین میگفتن. ما هم وقتش مقصد یک جای بودیم. تشکر.